салом бинандагони гиромӣ, шумо барнома ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. имрӯз 11 январ атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. ҳавои сарду барфи зиёд мушкилоти сокинони тоҷикистонро бештар намудааст. мақомот мегӯянд барои бартараф кардани паёмадҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд. зиёда аз 90 автомошинаҳое ки дар роҳ боз монданд дар натиҷаи боришоти шадид ва фаромадаи тарма онҳо ба ҷои амн интиқол доштанд. идомаи эътирозҳо дар афғонистон бар зидди толибон ки занонро аз ҳаққи таҳсил дар донишгоҳҳо ва ҳаққи кор дар созмонҳои ғайриҳукуматӣ маҳрум намуданд. орзуҳоямро ба оташ намекашам. бояд омилинаш ба оташ кашида шавад. чӣ гуна пул меёбеду зиндагиятонро чӣ гуна пеш мебаред? суоли радиои озодӣ аз раҳгузарон дар шаҳри Душанбе. дар Россия кор мекунем, инҷа меем зиндагимонро пеш мебарем. бачаҷон, дигаро пурсед. дар як шабона рӯзи ахир шоҳрои Душанбе Хуҷанд ки пойтахтро бо шимоли кишвар мепайвандад чанд бор баставу боз мешавад. ширкати АРС мутасаддии нигоҳубини ин роҳи пулакӣ лаҳзаи пеш хабар дод ки фаромадани тармаи бузурги 200 метрӣ боиси дигар бора маҳдуд шудани ҳаракати нақлиёт гардид. дар ҳамин ҳол шикоятҳо аз вазъи нигаҳдории дигар роҳҳои кишвар низ аз сӯи сокинон садо медиҳад. барфу сардӣ ва оқибатҳои он дар кору зиндагии мардумро дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ мебинем. боридани барфи зиёд ва сардӣ ҳаракати нақлиёт ва одамонро дар кулли тоҷикистон мушкил кардааст. махсусан дар роҳҳои кӯҳистон ва ағбаҳо ҳаракати нақлиёт тақрибан номумкин шудааст. чанд метр аст? розу чӣ? سی زیاد آیه 50 زیاد آیه 50 زیاد آیه روی نه اومد نه با اومد. با قراری حکومت تاجیکستان حرکت همه گونه نقلیات در شهرهای دوشنبه خوجند موقتا قطع کرده شد. احتمالات فرآمدن ترما در نتیجه بارشات شدیدی که ما مشاهده کرده ایستادیم و از آن جمله سردی‌هایی که شده ایستاده است همون خیلی و خیلی بلند است. برای تامین بخطری و امنیت رانندگان و از آن جمله خود مسافرانی که در واسطه‌های نقلیاتی هستند در تمام شاهراه‌های اساسی کوهی مملکت از حساب نجات دهندگان کمیته حالات فوق‌العاده در یک جایی با وزارت کارهای داخلی، وزارت نقلیات، شرکت راهی آیرس این زمان پاسگاه‌های شبانه روزی فعال هست. در شهرهای دوشنبه خوجند ریزش 5 ترمه بزرگ و 10 ترمه خرد و میانه ثبت شده و تا نصف روز 11 ینور برطرف کرده شدند. تنها در شهرهای دوشنبه خوجند شبانه روز گذشته تا بسته شدن این راه زیاده از 90 автомошинаҳое ки дар роҳ боз монданд дар натиҷаи боришоти шадид ва фаромадаи тарма онҳо ба ҷои амн интиқол доштанд ва зиёда аз 300 нафар мусофирон ва ронандагон бо хӯроки гарм дар он посгоҳҳое ки ҳастанд таъмин гаштанд. با سبب بسته شدن راه ماشین‌های باربر که به سمت خوجند حرکت می‌کردند در کنار راه‌های دوشنبه و بیرون از آن به مشاهده می‌رسند. برخی رانندگان باربرها می‌گویند صرف نظر از هوای سرد در داخل ماشین خوابیدند. بسیار ماشین بسیار پروسته ترازو در رفته خور رفتند. اینجا دقیقاً ممکن 50 تا ماشین باشه. ترازو بسیار ترازو با 100 200 ماشین دیگه خوبه. برخی مسافران سمت ولایت سوق با امید باز شدن راه به ترمینال چهارباغ آمده بودند، اما رانندگان میگویند تا نصف روز 11 ینور تنها ماشین‌های در عقبه از دیروز درمانده اجازت حرکت یک طرفه به سمت دوشنبه را پیدا کردند. وضعیت حاضرش در وزبینه، حاضرش در موندگی ان ماشینا وزبینه را. هر آدمی که بی ضرورت گیجا میبره مقصد را در نبرن بی ضرورت حاضر راهها به سمت دیگر منطقه‌های کشور باز است. صبح روز چهارشنبه در خیابان‌های دوشنبه نیز حرکت نقلیات خیلی مشکل داشت. شماره ماشین‌ها نیز کم به نظر می‌رسید. بعد از ظهر و پس از تازه کردن حرکت ماشین‌ها در کوچه‌های پایتخت آسان‌تر شد. طبق پیشگویی‌ها هوای سرد و یخبندی در تاجیکستان تا 15 ینور ادامه خواهد کرد.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. نظام انتقال پولی زلاتای کرونا به تاجیکستان برمیگردد. در این باره ریاست بانک ملی تاجیکستان روز 10 ینور امسال قرار قبول کرده است. در بیانیه بانک آمده است برای فعالیت زلاتای کرونا به مهلت 5 سال اجازه داده شد. نظام زلاتای کرونا در گذشته بیش از 80% پول مهاجران را به تاجیکستان انتقال میداد، اما از ماه دکبر سال 2019 بنابر نپیوستن به مرکز پولگذرانی تاجیکستان از حق کار محروم شد. برنامه را ادامه می‌دهم. در افغانستان که طالبان زنان را از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و حق کار در سازمان‌های غیر حکومتی محروم کردند، اعتراض بر ضد این قرار ظالمانه آنها ادامه دارد. اعتراض در خانه، در کوچه، در شبکه‌های اجتماعی و هر جای دیگری که ممکن است. اما با وجود این همه، نماینده طالبان گفته است اگر با بمب اتمی هم به سرشان بیایند نمیگذارند که زنان و دختران کار و تحصیل کنند. همکارم طاهری سفر در این باره گزارش می‌دهد. با افزایش فشار بر زنان افغان، اعتراض آنها به ضد طالبان زیادتر می شود. این حاکمان افراطی زنان را از حق تحصیل در دانشگاه و مکتب و کار در مؤسسه‌های غیر حکومتی افغانستان محروم کردند. این همه موج تظاهرات در سراسر کشور را برانگیخت. برای اینکه بحث آموزش، دانش و تحصیل در افغانستان به تاریخ پیوست، من تمام آرزوهایم را همراه با کتابهایم دفن میکنم. این بانوان با سرودن یک شعر معروف میخواهند به آنها کمک کنند و حقشان را برگردانند. بعضی‌ها عکس‌های رهبران طالبان را آتش می‌زنند. آرزوهایم را به آتش نمی‌کشم. باید عاملینش به آتش کشیده شوند. بعضی از مردان هم به اعتراض‌ها پیوستند. این پروفسور دانشگاه کابل به نشان اعتراض دیپلمش را آتش زد. اگر بعد از این درب مکاتب و پانتونا باز نشود برای خواهران گرامی ما، من دیگر از رشته تدریس منصرف و رو به شغل دیگری خواهم. یک پروفسور دیگری افغان با اشک در چشم دیپلمش را در برنامه مستقیم تلویزیون طلوع پاره کرد. امروز وقتی خواهرم نخوانه، مادرم نخوانه درس، من درس قبول ندارم. من دروازه پانتون ایستادم، من اینو پاره میکنم، اصلی رو پاره میکنم. خاقل مشهد حل لاره فکر کوید اسناد در ولایت ننگرهار بعضی از جوانان دانشجو از سپردن امتحان در دانشگاه سرپیچی کردند. در قندهار پسران دانشجو برای اعتراض به خیابان‌ها ریختند. طالبان با تهدید و تیراندازی و بیرحمانه آنها را سرکوب کردند. در شهر هرات به ضد دختران تظاهرگر از ماشین‌های آبپاشی استفاده بردند. طالبان هم با وجود فشارهای بین المللی از هیچ قرارشان دست نکشیدند. اگر بر ضد ما تحریم اعمال کنند، بمب اتمی به کار برند، ما از اجرای قانونهای شریعتی دست نمیکشیم. طالبان چند پیش با منع تحصیل دختران در دانشگاه، کار زنان در سازمانهای غیر حکومتی، خشم و محکومیت جامعه بین المللی را برانگیختند. چندی از مؤسسه‌های بزرگ بین المللی امدادی کارشان را در افغانستان بس کردند. این مؤسسه‌ها میگویند منع کار زنان عاقبت‌های فلاکتبار برای قشرهای محتاج و آسیب پذیر افغانستان دارد. برمیگردیم به تاجیکستان. یک صاحبکار در شهر کلوب میگوید بعد 15 سال فعالیت با عیب فرمایشگران از جمله مؤسسه‌های دولتی مجبور است کارخانه‌اش را برهم بدهد. او ادعا دارد که حکومت محلی از او ده‌ها هزار سومانی قرضدار میباشد، اما اداره مالیه شهر این دعوا را رد میکند. محمود جان رحمتزاده به نظر جانب‌ها گوش داد و تفصیلات در گزارش اوست. کارخانه سفالسازی اسماعیل ادریسوف 2 ماه باز فعال نیست.
از فعالیت ماندن کارخانه‌اش را در عملکردهای حکومتی شهر می‌داند. با گفته او در دوره رئیس سابق بهرام عنایت‌زاده از او محصولات ساختمانی گرفتند و پولش را نپرداختند. مبلغ سفالها آن وقت 40,000 سومانی شده است. با گفته ادریسوف با زندانی شدن عنایت‌زاده دیگر پولش را گرفتن نتوانست. همون دوره بهرام ده مقصد دروازه پیش دروازه کلوب سوز کردن همو آدم ایمو قرضدار شده دیگه همه حکومت سمونه ندو چند جا ده مقصد مراجعت که پروکراتور ده گفتن میبینیم مقصد دیگه این مقصد و ترمه شید مقصد موندک دیگه. برای فعال نگاه داشتن کارخانه اسماعیل از بانک قرض گرفته است. از حساب این پول تا 2 ماه پیش استحصال سفال را ادامه داده است. با آنهای قرارداد بسته است که مکتب روسی را می‌سازند. حالا دعوا دارد که از بیناکاران اینجا هم 3,000 سومانیش را گرفتن نمی‌تواند. با یک شطرنج مقصد گرفتیم یکم 350 کوادرات چه گرفتیم. با یک شطرنج حوز این مکتب 50 کوادرات دیگه قرض داره 50 کوادرات مقصد یکم 3,000 سومانی ایمو قرض داره. در اداره مالیه کلاب گفتند همه قرض‌های دوره بهرام عنایت‌زاده را پرداخت کرده اند. ساختمانچیان مکتب روسی هم گفتند که از کارخانه اسماعیل ادریسوف قرضدار نیستند و برعکس به گفته آنها محصولات شرکتش بی‌صفت بوده است. با گفته صاحبکار به سبب اجرا نکردن قراردادها از طرف فرمایشگران از جمله مؤسسه‌های دولتی کارخانه‌اش را به مفلسی آورده است. حالا قصد دارد سفال‌های باقی مانده را فروخته کارخانه را برهم دهد. دیگر دیل مونده همین پول نکی مقصد میگم پول محکمش کنم راسیه کار کنی برام مقصد این همو 15-16 سال همینجا مینت کیم اخیرش نول. با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلسی و قرض از بانک 700 سومانی انداز میسپارد. رسید مالیات هم در دستش است. از اجاره 10,000 سومانی قرضدار شده است. در تاجیکستان صدها صاحبکار مثل اسماعیل ادریسوف هستند که به سبب همین گونه مشکلات رسمیات یا مفلس شده اند یا بیزار شده کار را بحث کرده اند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، پولا. بینندگان عزیز، اکنون یک سوال: آیا شما از کدام راه زندگیتان رو پیش میبرید و چیکار میکنید که پولتان از این ماه به ماه دیگر برسد؟ فرضاً با سخت‌تر شدن وضع اقتصادی در تاجیکستان تعدادی از مردم میگویند که به صرفه‌جویی بیشتر آوردند. همکار ما امیر ایسایف در دوشنبه با همین پرسش به چند رهگذر مراجعت کرد که برای پیش بردن زندگی چیکار میکنند. کار میکنیم. خیلی کم استفاده میبریم شبی همه چی برسانیم. چی میگن اکونوم میکنیم. من پیش خدمت با شوهرم کار میکنم. من صاحب 2 فرزند. مغازین دا کار میکنم. مغازینای ابریشم ژنسکی چیزی داره. امی آشخانه دا کار میکنم. هر روز دا 30-40 میشه. خیلی که با این مبلغ بگوی نمیرسه. پولی سوید و این موسه خیلی چکو میکنی؟ خیلی شرایط و قدر به روزگار هم نمیرسده. خیلی شکری خدا را میکنیم. چکو کنیم؟ با 1,500 روزگار کرده میشود. یه آدم پرشکسته ده. باشه جان دیگر رو پرسید. خیلی کار میکنیم. خیلی اکونومیچنه صرف کرونا. از حساب بگیم روسیه میریم میبینیم. در روسیه کار میکنیم اینجا میایم زندگیمون رو پیش میبریم. دوستان مهربان، با همین پرسش برنامه ما به پایان میرسد. خبرهای از این بیشتر رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و در اینستاگرام و فیسبوک، تیک تاک و @کلاسیک پیدا کنید. همچنین اگر نظری و خبری دارید لطفاً با ما تماس بگیرید. تا فردا، خدا نگهدارتان.